دوستانو ښه راغلاست ته وایم د خپرونې دوام ته منندوی مو یم چې راسره یې یوازې مو نه یم پرېښی او منندوی یم له ټولو هغه هیوادوالو چې په خواله رسنیو کې راته خپل ښه نظرونه راستوي، خپل نظرونه راسره شریکوي او موږ هڅوي. قدرمنو هیوادوالو، موږ هم هڅیږو ستاسو په ښو نظرونو باندې. بیا هم کولی شئ خپلو خواله رسنیو ته ولاړ شئ، RTA AFG ایډیو ولیکئ، هلته کولی شئ راسره خپل ښه نظرونه شریک کړئ او همداشان که ځانګړی استعداد لرئ، غواړئ زموږ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ او زموږ د خپرونې میلمانه شئ، له هیوادوالو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې اوسئ او خپلې خبرې ورته ورسوئ. کولی شئ د خواله رسنیو پر مټ باندې د خواله رسنیو په پیغام پاڼه کې راته پیغامونه کېږدئ. قدرمنو هیوادوالو، د خپرونې د لوبو برخو ته رسېدلي یو. د خپرونې د لوبې په برخه کې راسره ښاغلی محمد شبیر صادقي دی چې د رزمي لوبو لوبغاړی دی او د رزمي فدراسیون اتل دی. له ده سره به د لاسته راوړنو په تړاو باندې خبرې اترې کوو چې څومره مهال کېږي چې دغه رشتې ته یې مخه کړې ده او څومره لاسته راوړنې پکې لري. آقای صادقی، بسیار زیاد خوش آمدین و قدم رنجه فرمودین که دعوت ما را پذیرفتین. خوش باشید، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. محمد شبیر صادقی هستم، ورزشکار ورزش‌های رزمی افغانستان. اظهار سپاس آقای صادقی که آمدین، ما را هم افتخار بخشیدین. تشکر از شما. بیاین سفر ورزشی را یک دوباره برگشت بکنیم و از نقطه آغاز بکنیم که دقیقاً آقای صادقی به فکر ازی افتاد که وارد توشک تمرینات و مبارزه شود. دقیقاً چه زمانی بود و چی انگیزه باعث شد که شما بیاین به طرف ورزش و به طرف قهرمان شدن؟ تشکر از شما. ما مدت 17 سال میشه ورزش‌های رزمی را تمرین میکنم. یعنی دقیقاً 17 سال پیش شما تصمیم گرفتین که یک ورزشکار باشید؟ بله. بسیار. در سن 6 سالگی بود. ای ماشاءالله. زیاد شوق علاقه که به ورزش داشتم. پدر جانم مرا گفت که ورزش میکنی، مرا شامل کلاب کرد. دیگه از همون زمان ورزش ها رو شروع کردم بخیر تا این دم ادامه میدم. بله. سفر از 6 سالگی تا این حال چقدر پر دستاورد بود، چقدر تجربیات گرفتین که حالا شریک میسازین با شاگردان دیگر و خودتان هم در میادین ورزشی استفاده میکنین؟ الحمدلله ما در این مدت 17 سال که ورزش میکنم دستاوردهای زیاد کردیم. در داخل کشور قهرمانی تیم ملی را گذاشتم ماشاءالله و سفرهای خارجی هم کردیم. الحمدلله به وطن هم افتخار آوردیم. بسیار عالی هست. آقای صادقی، شما روزهای نخست اشاره کردین که والد محترمتان درک کرد که شما علاقمند ورزش هستین و شما را شامل یکی از باشگاه‌های ورزشی ساخت. تا این حال چقدر پدر بزرگوار شما را حمایت کرده و این حمایت چقدر شما را انرژی بخشیده و اعتماد به نفس بخشیده تا در هر میدان مقتدرانه بجنگید؟ تا این دم که رسیدیم تمامش از برکت دعای و حمایت های پدرجانم است، فامیل محترم است و دوستایم که واقعیت مرا زیاد تشویق میکنن. تا این دم الحمدلله در هر میدان در هر رنگی که میرم الحمدلله پیروز میباشم. بله. زمانی که در سکوه قهرمانی ایستاده میشین و میبینین که تلاش های شما، عرق ریزی های شما، سختی های شما، تلاش های شما لبخند به لبان هموطنانت آورده، چقدر برات راحتی میده و چقدر با خود فکر میکنی که ارزش عرق ریزی ها و سختی ها را این لبخند هموطنم داشت؟ 100% امی زحمت و تلاشی که بکشی قهرمان شوی، امی که یک لبخند به لبان هموطنانت بیاری، این لذت خاص داره. جناب صادقی، روزانه چند ساعت معمولا تمرین میکنید و روزهایی که مبارزات نزدیک میشه آیا تمرینات فشرده میسازین یا خیر؟ پیش از مسابقه که مسابقه نباشه 1 ساعت تمرین میکنیم در روز. باز قرنطینه مسابقات شویم در روز 2 تایم تمرین میکنیم. 1 تایم صبح، 1 تایم شام. بله. بهترین ویژگی که یک ورزشکار با خود داشته باشه که ما را او را ورزشکار خوب بگوییم و بدون از او ویژگی ما او را ورزشکار خوب گفته نمیتونیم، به نظر شما آقای صادقی چی هست؟ ورزشکار باید با تقوا باشه، با اخلاق باشه، با همگی روی خوب کنه و الگو به مردم خود باشه، برای جوانای خود باشه. جناب صادقی، در حال حاضر زمانی که کسایی که بر سن 6 سالگی قرار دارن و تمرین میکنند گاه به خاطرات 6 سالگی تان میافتید یا خیر؟
من خودم هم الحمدلله یک باشگاه تمرین میتم. ماشاءالله. تمرین امی بچه‌های خرد که میاد ثبت نام میکنه. در یادم او وقت که میفتم که خودم تمرین میکردم. خودم امو وقت استاد ما خداوند خیرش بده، استاد نعیم الله رضایی، هر جای باشه خوش آرام باشه، الهی آمین. امو زیاد تشویق میکرد. ما هم از روی از او می جوانا رو تشویق زیادتر میکنم. بله آقای صادقی، رویدادهای بزرگی که قرار است ما شاهد از او باشیم و ما با افتخارات آقای صادقی باز هم مفتخر شویم، کدام رویداد خواهد بود و مسابقات آینده قرار است در کجا و کدام مسابقات برگزار شود؟ ان شاء الله به خیر آمادگی رو شروع کردیم. یک مسابقه به خیر مسابقات جهانی است، آماتورای جهان است، ان شاء الله که در کشور مصر برگزار میشه. به او آمادگی میگیریم، منتظر هستیم به خیر که مشکلات ویزا یک ذره زیاد از وطن ما، مشکلات ویزا حل شود به خیر که بریم افتخار بیاریم به وطن. بله آقای صادقی، چقدر اعتماد دارین که باز هم میتونین افغانستان طلایی بسازین؟ ان شاء الله که زحمت و تلاش که میکشم 100% اطمینان دارم که طلا رو میارم به خیر. بله دوستان عزیز و هموطنان عزیز، امیدوار هستم که شما هم آقای صادقی را از دعایتان فراموش نکنین، چون طلایی شدن آقای صادقی طلا شدن همه افغانستان هست. اگر رزمندگان ما در میادین ورزشی خوب میدرخشد، باز هم کسی نمیگوید که این شخص قهرمان شد، میگوید افغانستان قهرمان شد. اگر ورزش فوتسال ما در آسیا قهرمان شد، کسی نگفت که آن شخص قهرمان شد، گفتن افغانستان قهرمان آسیا شد. اگر آقای صادقی طلایی میشه، به این معنا که افغانستان طلایی میشه. شما هم دعا بکنین که قهرمانان عزیز ما همیشه در هر میدان قهرمان باشد. آقای صادقی، زمانی که شما در میدان مبارزه می باشین و نخستین چیزی که به فکرتان هست چی هست؟ نخستین چیزی که در فکر ما میگرده همی تلاش‌ها و زحمت‌های ما، سختی‌ها که میکشیم در جریان تمرین رقریزی های ماست. دمی هدف می باشیم که به خیر مسابقه را برنده شویم و برای وطن خود، به وطندارای خود یک افتخار خوب کسب کنیم. بله آقای صادقی، از برد زیاد آموخته میشه از شکست؟ از شکست به این آموخته میشه که هر چقدر شکست که بخوری اونمو قدر سختتر میشی، میگی آماده می تلاش میکنی، زحمت میکشی، بار دیگه میگی برنده شوم. حالا مسئولیت یک باشگاه ورزشی را هم به عهده دارین و تلاش میکنین مهارت هایی را که کسب کردین و تجربیاتی را که کسب کردین انتقال بتین به شاگردانتان. حسی که شاگردتان قهرمان میشه زیاد شیرین است یا خودتان قهرمان میشین؟ واقعیت سوال خوب از ما پرسان کردین. دیگه ما الحمدلله یک 7 سال میشه که مربیگری میکنم. ماشاءالله. خودم هم تمرینای خود ادامه میتم، خود مربیگری هم میکنم. قهرمانا و ورزشکارای زیاد تربیت کردیم ماشاءالله که الحمدلله اون قهرمانای تیم ملی ستا. ماشاءالله. واقعیت که همین شاگردای ما که سر سکوی قهرمانی میرسه، واقعیت زیاد خوشایند میباشه برای خودم هست. بله آقای صادقی، برای ورزشکاران عزیز ما چه چیز نیاز هست تا ما هم مانند کشورهای دیگری خوب بدرخشیم؟ چه امکانات نیاز هست که برایش مساعد شود و ما به کدام امکانات دسترسی نداریم؟ امکانات برای ورزشکارا و کسایی که در عضویت تیم ملی را دارن و ورزشکارای نخبه کشور باید از طرف سکتورهای خصوصی و دولت ما باید حمایت شوند. مهمترین نیست حمایت شوند، تشویق شوند، اسپانسری شوند که باید برن به وطن خود افتخار بیارن. از بودجه جیب خود نمیتونه یک ورزشکار بره در یک سفر یا آمادگی به مسابقات، نمیتونه، بسیار مشکل است. شما 7 سال است که با استعدادهای افغانستان سر و کار دارین، شما پالش میکنین، اونها را به قهرمان تبدیل میکنین. چقدر ظرفیت‌های عالی در بین اطفال و جوانان و نوجوانان افغانستان وجود دارد که مانند ورزشکاران بزرگ ما باز هم بتانیم اسطوره ها را به جهان تقدیم بکنیم. واقعیت همین جوانا زیادتر تلاش میکنه، بهترین استعدادا را داریم. اگر حمایت شوند در کشورهای خارجی بهترین نتیجه را میگیرن. مهمی است که باید اسپانسر شوند، حمایت شوند تا برند در کشورهای دیگه افتخار کسب کنند. اظهار سپاس آقای صادقی که آمدین، دعوت ما را پذیرفتین. واقعا با وجود شما ما هم افتخار کردیم و حس قهرمانی داشتیم. قهرمان افغانستان برای مردم افغانستان چی پیام داره؟ پیام ما به کسایی که ورزش نمیکنه،
باید ورزش کنه، از مواد مخدر دور برن، بیاین داخل ورزش شون. ورزش عشق است که ورزش کنن، قهرمانی کنن تا به وطن خود یک افتخار. اظهار سپاس آقای صادقی و ممنون از هموطنان عزیز نیز که تا الحال با ما